خب سلام رفقا، انگارتون خوب باشه. من حسین رشد هستم. رفقایگانم، به یک ویدیو جدید خیلی خوش اومدید رفقای گل. این ویدیو همونجور که توی تایتل ویدیو دیدید، این ویدیو پارت اول معرفی سنس ها هستش. گرفتید سنسی که من دریافت کردم از روی روبیکا، از کانال ها. حالا این سنس قدیمی منه، انصافا سنس خوبیه که من ویدیوهاشم گذاشتم، ولی فقط ویدیو قبلی سنس خوبی بود. میدونی چی میگم؟ فقط ویدیوهای قبلی سنس خوبی بود انصافا. خب همینجور که دارم شما نکنید سنس رو دارم میشینم. چی بهش میگن؟ کلن این سنس میگمتون بچه های کانال توی کانال های مختلف فری فایر گذاشتنش و میخوایم که بریم تستش کنیم. ما جالا این 3 ساعت تا بزنیم خیلی اذیتی. ما حالا چرا میگید که مثلا این مثبت منفی که فری فایر وارد بازی که واسه سنس هستش، چرا از اینا استفاده کنیم؟ واسه خب داشت من دیدید قدیمی فکر میکنم. دیدید مثل پیر مردم میگید مثلا این چقدر قدیمیه. من همینجور شدم. حالا درک میکنم بعضی از پلیرهای عزیز که قدیمیان درک میکنن که واسه چی عادت کردیم. کلا ما عادت کردیم سنسامون اینجور بشی. میدید چی میگم؟ حالا شاید حرف من خوب متوجه شده باشید. خب رفقای گل، سنس همین کلا ما از این من کم از این مثبت منفی استفاده میکنم، خیلی کم. اون آخری هم 5 و 10 دیگه ازش کردیم، بریم بگیریم بزنیم. خیلی دیگه آسونه، ولی یکمی حالا اذیت میشیم. نگاه کنید وقتی میخوام سنس 10 رو بگیرم بزنم، خیلی اذیتی میره روی 11 9 گیر میکنه، اذیتیه. خب خلاصه این که خب رفقا ما سنس رو گرفتیم چیدیم. با بدبختی صدای بازی اصلا به کل قطع میکنیم و میریم داخل لون وولف هد شات تستش کنیم. خب رفقا برگشتیم. رفقا فقط میخوام کارهای سنس رو بهتون نشون بدم. انصافا آجی نگاه کنید انمی کجاست؟ دنسویس به قرآن من فقط اگر سنس قدیمی همین قبلی ما عوضش نمیکنم پارش میکنم، ولی خب سنس نگاه کن اصلا به درد دیگه خودتون میگیرید دیگه. من آره دیگه بهترین نمیکنم. سنس اصلا هیچ چیش خوب نیست. یه سنس میخواید پیدا کنید به خدا فقط سنس خودم. حالا سنس خودم من به همتون نشون میدم. یه سنس خودم الان میچینم بهتون نشونش میدم، ولی سنسوری که معرفی میکنن اصلا من کسی که این سنسور اصلا طراحی میکنه من ریدم تو دهنش. خودتون ده مشاهده اصلا سنس وجدان سنسیه. مجبورم که همه روزم روی 200 استراری. من وقتی موقع شرط استراری پیش میاد همه روزم روی 200. اصلا یه کارایی میکنم با آدم. حالا من جالبش اینجاست که مثلا سنس روی 200 هم مثل قبلا نمیگیره. حالا نگاه کنید توی ادامه ویدیو میبینید. نگاه کنید اصلا هد نمیخوره. بعد برید ویدیو قبلی رو نگاه کنید، ویدیو کوتاه، میبینید که چقدر ماشاءالله با ام پی توی اون یکی سنس قبلیم هد میخوره. الان نگاه کنید اینجا فقط داره وست میخوره. هر کی نداره میگه تازه فری رو نصب کرده. انضباط اصلا یه سنسای ریدمانی نصب میکنن. و بله دیگه ناجی نظرتون اصلا تو کامنت ها بگید. من میدم الان بیشترتون میگید من ریدم تو این سنسی که تو چی دازه. اصلا یه سنسیه. ببین من اصلا طراح سنس نیستم. طراح سنس اصلا من نیستم. سنس بعدی خب ویدیو پارت بعدی من حاجی فردا میذارمش. آره پارت بعدی من فردا میذارمش. سنس جدید خودم چیدم. خب خودم چیدمش، بهتون نشونش میدم. فقط کارایشو میخوام ببینید. برگاتون میریزم سنسو. من ویدیوش آماده است حقیقتشو بخواید، ولی میخوام در روز یه ویدیو باشه. میدونید چی میگم؟ در روز هر یک روز یه ویدیو. میدونید چی میگم؟ آره دیگه.
رفقای گل آجی دیگه تایم مخالفمون هم داره، همین تایممون هم دیگه تموم میشه. فقط نگاه کنیم بیاشر انگار چیتره، به قول اعصابمون رو ریده بهم آجی. اصلا سنس شخمیه بهم دادنه. کاش که بعدش داشتم یه پسر، یه بار دیگه من لیسنس میچیدم، یه بار دیگه باش کاستوم میرفتم، ولی متاسفانه خب دیگه نشد. بله آجی، پارت بعدیشو نگاه میکنیم. پارت بعدیشو گفتم تو فردا انشالله میذارم، عشق کنید. پارت بعدیش سنس خودمون میخوام بذارم براتون معرفیش کنم، عشق کنید. تا ویدیو بعدی رفقای گلم، خدا نگهدار.